جان من اینو به ذهنتون بذارین، گوش کن. میخوای ترک کنی، میخوای درس بخونی، میخوای زن بگیری، میخوای شوهر کنی، هر کاری که میکنی، یعنی واقعا تنها چیزی که از قدیم گفتن آدم، این حرف خیلی قشنگی، میگن جلوی ضرر رو هر موقع بگیری سوده. خب 2 روز 3 روز حال نداری یه کاری بکنی نکن، ولی بعدش دوباره بیا توی خط. میدونی چی بهت میگم؟ دقیقا مثل اینه که این مسیر رو داری میری بغل جاده، حالا میزنی یه دستشویی بری، میخوای چه میدونم یه شاش بکنی، یه آب بخری، دیگه تو اون پمپ بنزین زندگی که داشت نمیخوای بکنی که، درسته؟ مسیر زندگی تو به سمت جلوه، باید حرکت بکنی. الان من امروز باشگاه نرفتم، انگار که زدم توی پمپ بنزین، همونجا تو ماشین خوابیدم 1-2 روز، تا دوباره اینو تو ذهنتون بذارید.